خانم ها و آقایان سلام، شاکری زاده هستم، مشاور کنکور و تحلیلگر آموزشی. امروز در خدمت جناب آقای رادوین قاضی زاده هستیم، رتبه 782 کنکور ریاضی 1404. رادوین در سال 12 با بند مشاوره داشت و مجموعه ما امروز در خدمتش هستیم که ببینیم این مسیری که طی کرده از دبستان، متوسط اول و تا کنکور چه مسیری بوده، چه کار کرده و چه کار ویژه‌ای داشته تا انشاءالله بتونیم کمک رسان بچه‌ها باشیم. رادوین جان سلام. سلام، خوبید؟ من قاضی زاده هستم، فارغ التحصیل تیزهوشان ناحیه 3 رتبه 782 رشته ریاضی. آفرین، چه خوب خودت معرفی کردی دیگه، عالی بود. دم شما گرم. قاضی زاده خالی یا رادوین قاضی زاده؟ رادوین قاضی زاده. رادوین قاضی زاده. بسیار عالی. خب رادوین، تو دبستان که حالا هر مدرسه میتونه باشی، حالا چه دولتی چه غیر انتفاعی، متوسط اول اما مدرسه تیزهوشان نبودی، قبول نشده بودی برای ششم و هفتم. چه انگیزه وجود داشت که نهم من میخوام برم حالا تیزهوشان بخونم؟ آیا این انگیزه بولد بود یا نه گفتی کار خودمو میکنم و بعد حالا تیزهوشان پذیرفته شدی؟ واقعیتش که نه، من اصلا ششم به هفتم، مخصوصا مثلا بازه هفتم که اصلا به درس خوندن اینا خیلی فکر نمی‌کردم. من یعنی مثلا به خصوص ششم، دلیل تیزهوشان قبول نشدنم این بود. انتظار داشتم که تیزهوشان قبول نشم همون موقع. ولی بعد من مدرسه که رفتم خیلی سختگیر بود، یعنی خیلی رو نظم و مطالب درس و اخلاق و موضوعات درسی تاکید داشت. مدرسه طاها شیراز بود. بله، مدرسه طاها. بله، خیلی منظم بود، به طوری که من به جرئت میتونم بگم من هفتم خب یه چند ماه حضوری بودیم، بعد کرونا شد. اون چند ماهی که من میرفتم خیلی به مراتب سخت‌تر از دوران کنکور بود، اون دوره‌ای که من اونجا میگذروندم، چون خیلی یهو تغییر پیش اومد، خیلی یهو همه چی سخت شد انگار. بعدش هم ما خوردیم به کرونا. البته من تو کرونا همچنان نمیدونم، انگار یه عذاب وجدانی همراهم بود. یه خورده من درس میخوندم هر روز، ریاضی من میخوندم، مثلا 10 تا 20 تا تست مثلا روزی میزدم، چون هیچ هم کلاس نداشتیم. ولی خب مدرسه ما خوبیش این بود که نسبت به حالا مدارس دیگه، من ناحیه 2 رو زمان اطلاع داشتم، خیلی دیر کلاس‌ها رو شروع کرد، میگفتن مجازیش خیلی بده، متوسط 1. ولی مدرسه ما نه خدا رو شکر خیلی زود و سریع سیستم مجازی رو ترتیب داد، خیلی منظم بود، حضور غیابا خیلی صفر بود، تماس میگرفتن، خیلی سختگیری‌های اینجوری می‌کردن. اومدیم جلو. هشتم من یادمه من کلاس تقویتی خیلی نمیرفتم، من فقط ششم یه دبیر ریاضی گرفتم. البته دبستانم من به مراتب حالا با دبیرهای مختلف در ارتباط بودم، ولی من هشتم یادمه مادرم با یکی از والدین از اون بچه‌ای که خیلی موفق بودن تو خود مدرسه ما صحبت می‌کرد، میگفتش که آره من مثلا می‌خوام پسرمو ببرم کلاس ریاضی فلان، مثلا کلاس فیزیک فلان من می‌بردم و اینا. بعد انگار که یه تلنگری بود که مثلا ما خیلی عقب افتادیم و اینا، منم رفتم اون کلاس‌ها رو ثبت نام کردم از مهر هشتم، تا اینکه هشتم خیلی وضعیتم بهتر بود نسبت به هفتم. بیشتر میخوندم، انگار بیکارم بودم تو خونه نسبتا، خب کرونا بود و اینا. مدرسه هم خب یه نظمی داشت به نسبت، رفت همین رونده ادامه پیدا کرد تا نهم عید ما، یعنی کلا سال نهم ما کلاسمون خیلی خوب بود. همه انگار اصلا یه دلیلش هم فکر کنم همین بود که تیزهوشان قبول شدم، همه انگار میخواستن یهو برن تیزهوشان، همه کلاس و جمع و همه اینا دیگه رفتن که برن، مثلا همه میخوندن، همه تلاش میکردن. نتیجه هم خوب بود اون سال، یعنی کلاس ما واقعا به همون تناسب نتیجه گرفت. جو نهم، جو مدرسه اینا خیلی تاثیرگذار بود به نظر من. و هشتم نهم دیگه جدی شدی. حالا ششم به هفتم انگار خیلی ترای نکردی. نه. اگر من درست تو ذهنم باشه فکر میکنم رادوین دوران دبستان مثلا اول تا سوم چهارم یکم چالش زیاد داشتی با درس. نگاه کنید، من دانش آموز مسئولیت پذیر بودم، یعنی مثلا نمره 18 مثلا 17 و نیم اینا میگرفتم، خب یعنی در اون حد بود. ولی مثلا اونجوری که من یادمه یه کتابایی هست، البته نمیدونم هنوز باشه، ریاضی مبتکران، خیلی سخته مثلا برای بچه دبستانی، معمولا مثلا تو کلاس بیرون اونا کار میشه. من هیچ وقت سراغ اونا نمیرفتم، همون امتحان تشریحی رو کفایت میگفتم اینا میکنه، حالا مثلا 17 بگیرم 18 بگیرم الان نقطه امنی هست خوبه. ولی خب دبستان 17 آره دبستان 17 معمولا. و خانواده‌ام پدر مادر فوق العاده پیگیر، خیلی پیگیر، نه فشار بذارن، نه حرف خودش خیلی وقتا، ولی پیگیر، ولی باز با این وجود با مراعات و خیلی راحت شما رو خودت رو در نظر گرفتن اومدی جلو. خب نهم به دهم کار کردی، تیزهوشان قبول شدی، ناحیه 3 شیراز، مولد رسول الله
که مدرسه بی‌حاشیه خوب، تعداد دانش آموزاش هم کمه، قبول شدی، پذیرفته شدی. چه رشته ریاضی؟ رشته ریاضی. من از زیست بدم. حالا البته اون چیزی هم که به عنوان زیست پرزنت میشه تو مدرسه ما به خصوص نهم واقعا زیست نیست. یعنی اینم میخوام بگم برای کسایی که حالا ممکنه انتخاب رشته بخوام بکنن خیلی فاصله داره، ولی نه از حفظ کردن و زیست و شکل و اینا خیلی انگار ارتباط نمیگرفتم. ریاضی من خوب بود اون زمان، یعنی با اون خیلی حال میکردم با ریاضیه. به خصوص ما یه دبیر خیلی خوبم داشتیم، با اونم خیلی چالش داشتم که مثلا حالا این مثلا سواله چه جوریه اینا. اون باعث شد که انگار عمدتاً این فضا باعث شد که من برم. تو خانواده مهندسی هم دارید؟ پدرتون مهندس هستن، مادرتون مهندس هستن؟ خیر زمین شناسی خوندن. اینم تاثیرگذار شاد بوده تو پیشینه فکریتون. خب رسیدیم به سال نهم، رسیدیم به سال دهم، پذیرفته شدی تیزهوشان. چه کار کردی؟ یعنی مثلا دیگه اون میخوام ببینم درس خوندن پروسه مختلف سال مختلف چجوری بوده؟ دهم من همون تابستون اول رفتم با یه مؤسسه مشاوره گرفتم. اتفاقا مشاور خوبی هم بودن اونشون. بعد تابستون قلمچی من یادمه دانشجو پزشکی بود، درسته؟ یه دانشجو پزشکی بودن، بعد پزشکی می‌خوندن. بله. بعد خدمتشون که عرض شود اتفاقا هم خیلی چیزا رو روشن می‌کردن، یعنی انگار که آدم سیر تکاملی طی می‌کنه یه چیزای اولش باید بدونه، اونا رو میگفتن. بعد من دهم خیلی قلمچای خوبی میدادم، یعنی مثلا نمیدونم 7000 7200، چون کسی هم خیلی نبود اون زمان. البته من با اینم یه خورده موضوع دارم که اینو زیر سوال ببریم این ترازای اون موقع یا نه با خوبم بودی، درسته رقبا کم بود، حالا شما هم خوب بودی. حالا در رابطه با اینم صحبت میکنم. 7000 مثلا 200 خیلی خوب میدونم، 20 کشور 22 کشور یه همچین نتایجی میگرفتم تا اینکه رسید به مهر. نمیدونم یا رقبا زیاد شدن یا من اون موقع به خودم میگفتم مهر دهم. اون موقع به خودم میگفتم که مثلا نه رقبا مثلا اون تابستون زیادن، حالا قراره کم بشه. اینم بود، یعنی به خودم میگفتم آقا تابستون که خوب دادی حالا حالت گرفته نشه، مثلا میری سر 22 مهر دیگه حدود 20 مهر میشه 20 مهر میشه، حالت گرفته نشه. موقعی که میری آزمون میدی حالا یه تراز کمی میگیری، حالا نمیدونم تلقین کردم یا نه، واقعا تراز کمتر شد، مثلا 6 و 800 اینا شد. و من یه کار بدی میکردم سال دهم که حالا الان میخوام بهش بپردازم. من تحلیل نمیکردم آزمون، تستم تحلیل نمیکردم. یعنی مثلا یه تست مثلا میدیدم غلطه نمیرفتم ببینم چرا غلطه، میرفتم بعدی فکر میکردم مثلا تعداد تست خیلی میچربه، خیلی هم خوب زیاد میشد دیگه طبیعتا، مثلا یهو روزی 200 تا 300 تا مثلا. نه به سال دهم نه سال دوازم که ما التماس میکردیم میگفتیم رادوین تعداد تست زیاد بالاتر. بله. و این رونده باعث شد که مثلا من طرف دیگه 6000 التماسی میشد. خب 5600 5800 سال دهم از رتبه 20 کشور رسیدی به 5600 دیگه. تا اینکه اون بنده خدا هم من به اون بنده خدا هم خیلی دروغ میگفتم، یعنی مثلا میگفت تو مثلا فلان چیز خونده، میگفتم آره خوندم، نخونده بودم اصلا بهت نمیاد. سال لازم که بهش گفتی نخوندم راحت. خب فهمیدم به درد نمیخوره دروغ گفتن، انگار خیلی دروغ میگفتم بهش. اون اصلا یه جای دیگه بود مباحثش، من یه جای دیگه بود. خب خوب. نه خب اوشون هم یه اشکال داشت، خیلی تعریف میکرد ازم. خب نباید، یعنی جلسه اول که اومدم گفت آفرین تو چقدر اینجوری. مشاور بعد یه حالت تعادلی رعایت کنه، نه خیلی بکوبونه نه خیلی تعریف بکنه. تا رسید به عید دهم. البته من خیلی میخوندم دهمم، یعنی این که میگم خیلی میخوندم. یه اشکالم که داشتم من، انگار فکر کنم همه دارن این اشکال رو، انگار یه شکی من همون دهم بینه که میخوام برم مثلا المپیاد بخونم یا برم کنکور بخونم داشتم. خب خیلی هم جدی نبود واقعا المپیاد، ولی بعدم هم نمیومد مثلا یه دستی رو سر روش بذارم. مثلا من یادمه روزی یه ساعت یه کتاب هست ترکیبیات علیپور برای کسایی که میخوان المپیاد کامپیوتر بدن، مثلا میرفتم یه ساعت مثلا روزی میخوندم، مثلا شبا که خیلی هم خستم بود میرفتم اونو میخوندم. خب وقت میگرفت دیگه، به هر حال کار بهتر میشد کرد تو اون تایمه. اینم انگار بود که مثلا باعث شد یه خورده وسط سال من افت کنم. تا رسیدیم به عید دهم، من عید دهم هیچی نخوندم، یعنی کامل تعطیل کردم. نمیدونم هم چرا. من یادم مدارس طرف عید دهم تعطیل شد، یه مسائل پیش اومده بود تو کشور دیگه. من اون موقع نخوندم تا بعد از عید. بعد از عید یه خورده شروع کردم تحلیل تست کردن و تحلیل آزمون کردن، دیدم مثلا با این وضعیت نمیشه ادامه داد. یه خورده به اون سمت که پیش رفتم دوباره رفت بالا، یه 6800 یه فکر کنم 6900 اینا داد که تموم شد دیگه. و سال 11 سال 11 ما تغییر مشاور دادیم. خب دیگه این بنده خدا هم ما زیاد گولش زدیم
بله ما تغییر مشاور دادیم. اوشون خیلی فقط مینوشت، انگار مثلا دکتر که نسخه مینویسه 200 تا تست از این، 300 تا تست از این، 400 تا تست از این و له میشد دانش آموز تو این که بخواد اینا رو تو این فشاری که بخواد اینا رو پیش ببره اجرا کنه. یه خورده هم ظاهرشون سختگیره، یعنی معنیش رو ایناشون ببینید آدم سختگیر نیستن ولی خب اینجوری هستن. بعد به خصوص که 11ام من یادمه بحبوحه نهایی تازه جا افتاده بود تابستون 11ام، یه خورده هشدار میدادن همه که مثلا 1402 هم فکر کنم قبلش بود دیگه، 1402 نهایی خیلی سخت بود، شما برید طرف نهایی احتمالاً امسال هم یه همچین حالتی پیش میاد. بچه 11ام که مثلا امسال تاثیر قطعی دارن از نهایی خب برن بخونن و اینا، اوشون تو اون تایم من بهشون حالا عمومی و اینا هم میگفتم، اوشون میگفتن نه برو چیز بخون، دهم بخون، خب دهم تست بزن، دهم جمع کن در کنار 11ام که داره پیش رفت. تابستون 11 تابستون کاره. خب من خیلی موافقم نبودم با اون، ولی خب یه فشارم از دهم هم داشتم. این رفت تا مهر. بعد مهر دیدم ایشون، حالا من تقریبا 7-8 ساعت میخوندم، 6 ساعت 7 ساعت میخوندم 11ام تابستون. مهر که شروع شد دیدم که این بنده خدا تا مدرسه رو انگار در نظر نمیگیره یا تو ذهنش نیست یا یه همچین چیزیه و هی میداد. باز من گفتم کمش کنید و اینا، گفتن نه آقا میشه یه خورده فشار بیار و یه خورده تو میتونی و نمیشد و همین فشار روانی که من هی میرفتم مدرسه، من میرفتم تا کلاس معمولا تست میزدم، بعد یه سری دبیرها خب خیلی خوششون نمیومد مثلا، بله بی احترامی است به معلم، من حق میدم به معلم که خوشش نیاد. یه سری دبیرها حالا خوششون نمیومد و اینا، بعد مثلا دعوا میکردن، من از طرف مدرسه ناراحت بودم، بعد نمیرسیدم مثلا به اون کاره که تستا رو بخوام پیش ببرم. بعد عمومی بود، عمومی داشت کم مطرح میشد که به عنوان یه عضو مهم تو کنکور و این باعث شد که یه وسواس عجیب و غریب من به هم بزنم، طوری که مثلا من یادم من مثلا یهو 10 تا تست که می‌خواستم بزنم 1 ساعت گیر می‌کردم. یه کارایی هم البته من می‌کردم طرفای 11ام، به نظرم حالا خیلی کار جالبی نیست، تستای خیلی سخت می‌زدم. یعنی یه کتاب هست، حالا من میگم هم که نرن، تشویق می‌کنم که نرن سراغش، نردبان فیزیک. این خیلی چیز بدجوریه به نظر من، چون نتیجهش مسابقه کنکور، مخصوصا کنکورهای نظام جدید یه خورده میره طرف نظام قدیم، مطالب خارج از کتاب، اینجور چیزا باعث شد که من کلا عقب بیفتم از اون قافله. بعد عمومی هم نمیخوندم، البته در حد امتحان مدرسه میخوندم که مثلا یه نمره قابل احترامی کسب بکنم، ولی اونجوری واقعا که بخوام نهایی رو پاسخ بدم نمیخوندم. رفت تا طرف عید شد، من دیدم وقت ندارم، تستام هم نزدم، درسا تموم نیست، تخصصی ها عمومی هم دارم، گفتم چیکار کنم چیکار نکنم. مدرسه هم تاکید داشت، من البته غیبت میکردم، دمشون هم گرم که ایراد نمیگرفتن. مدرسه هم یه حالت انگار تاکید گونه که داشت که باید بیایید. من به مدرسه یعنی اینجوری گفتم که آقا من نمیخوام بیام. البته واقعا یه خورده یعنی بعد از عید 11ام، قبل از عید 11ام یه خورده البته موزه هم داشتن بین اینکه من نمیخوام بیام، حالا نبیا دیگه شما دانش آموزی و اینا، ولی بعد کنار اومدن، دمشون هم گرم که کنار اومدن. من نرفتم دیگه مدرسه، نشستم نهایی‌ها رو خوندم دیگه، ادب شده بودم که خیلی نرم سراغ تستای عجیب غریب و اینا، نشستم نهایی‌ها رو خوندم. بعد خدمت شما که عرض شود تا دیگه بعد امتحان نهایی. نمره نهاییت هم 11ام خیلی نمره خوبی بود. آره نمره خوبی بود. آره حیف حذف کردم. آره تاثیر مثبت هم ازش نگرفتی، چک نکردی با وجود نمره به این خوبی. آها نه خب مثلا تاریخ یادم نزول 25 من گرفتم. 11 به 12 چون خیلی قشنگ استوری وار همه رو گفتی، 11 به 12 یعنی اون سالم حالا توضیح بده کلیات که من برم رو سالهای بعدی. 11 به 12 من در واقع از تابستون 11 با ما بود، درسته؟ تابستون 11 البته آخر تابستون 11 آخر تابستون 11 من اومدم پیش شما، البته چون هنوز می‌خواستم بسنجم ببینم کی خوبه کی بده، با همون آقایی که قبلش بودم مثلا برم جلو یا نه، که به نتیجه رسیدم که بیام اینجا مثلا شاید بهتر باشه. تابستون 11 یه خورده اول با ریتم کند، چون کنکورم عقب افتاده بود، دبیرا معمولاً دیر شروع کردن، ولی خب بعدش دیگه رفتیم رو روال تا مهر نرفتم مدرسه. بعد خدمت شما که عرض شود درس‌ها تموم شد،
درس تخصصی‌ها. البته نه همش، من شیمی یادم فقط ریاضی دی تموم شد، شیمی فکر کنم خدمت شما که عرض شود آذر تموم شد. مدرسه یا خودت؟ خودم. آها. چون مدرسه که نمیرفتی؟ نه مدرسه که نمیرفتم، نه منظورم ریاضی کنکور. آره. طرفای دیگه آخر بهمن میگم فکر کنم شیمی تموم شد، فیزیک هم خورد فکر کنم به عید، یعنی چون برنامه‌شون این بود. البته خوبم بود بنظرم. تا اسفند تمام میشد. آره. اسفند یعنی تا حدود بهمن تمام میشد، اسفند جنبندیتون شروع میشد. آره جنبندی شروع میشد. اواسط مثلا اسفند دیگه ما رفتیم سراغ جنبندی. تا دیگه رفتیم اردیبهشت کنکور دادیم. البته که من یه چیزی هم بگم درباره نهایی، من از تابستون فارسی میخوندم. آره. خب رادوین یه مشکلی که داشت، همونجوری که عمومیش خیلی خوب بود، امتحاناتش خیلی خوب بود، یه مشکلی که داشت یه دفعه درس فارسی چندین ساعت طول میکشید تا بخونه. حالا نمیدونم چند ساعت، چندین ساعت، که ما هر هفته تو برنامه‌اش می‌نوشتیم مثلا میگفتم آقا یه هفته یه درس رو باید بخونیم، مثلا 2 درس باید بخونیم و چند هفته تمدیدش مجبور بودیم بکنیم. از اون ورم خب اختصاصی داشت، دبیر ریاضیشون هم خیلی کارشون زیاد بود، فشار اون ورم بود و این مسائل. خب رادوین اطلاعات آماری من ازت نگرفتم، یعنی ابتدای کلام دیدم خیلی خوب استوری وار داری، همه قضایا رو میگی میری جلو، ازت نگرفتم. تراز ماکسیمم کنکورات فکر کنم 10.67 بود. 10.67. تراز نهایی 9.400. آره 9.400. درصدها بهتره دیگه. آره 45 80 40. 80 فیزیک، 40 شیمی. حالا شیمی که کلا چالش داشتی، ولی این همه شما ریاضی خوندید. یعنی من اصلا کلا تو جلسه مشاوره داد می‌زدم، مثلا کلا عصبانی می‌شدم، قهر می‌کردم که بابا چقدر ریاضی. یکم به درس دیگه هم توجه کن یادت باشه. خب بازم کلی زحمت کشیدین تا مثلا 45 زدید، نمیتونم که اطمینان قضیه کنم و برای ریاضی هم حالا خوب بودی به هر حال رتبه و حالا درسته. حالا کامپیوتر شریف می‌خواستیم، شد کامپیوتر، حالا بس به انتخابش کجا برسه، ولی خب بازم ارزشمند بود، نتیجه تلاش بود. و نمره نهایی فارسی 18.75 با اون همه تلاش و اینا. دینی 19.25 خدمت شما که هر شود ریاضی هندسه و گسسته و حساباندی است. بعد دیگه چی موند؟ سلامت بهداشت فکر کنم 16.75. هویت اجتماعی 17.75. دیگه چی داریم؟ زبان گفتی؟ زبان 19.25. عربی 18.75. بسیار عالی. تو که همه رو گفتیم دیگه. خب حالا تو همینجا هستیم، پیشنهادت برای بچه‌ها چی اساس امتحانات نهایی؟ یعنی با توجه به اینکه کنکور قرار هست یه مرحله بشه، تیرم آره یک مرحله باشه و تا نهایی هم قبلشه، فکر کنم دیگه مثل کنکورهای قبل میشه، یعنی مثلا تو قبلا که عمومی بود آره مثل بشه. اون هست، ولی خب این موقع که نهایی بود و کنکور تک مرحله بود، ما بچه‌ها گفتم خب حالا بخون وسط، برای کنکور بخون وسط چه موردی امتحان نهایی هم بده دیگه میتونی. ولی الان نمیشه، میخوندن دیگه، عمومی میخوندن، ولی خب اصلا به دقت و اینا، یعنی دانش آموز یه دفعه مثلا روز قبل، شب قبلش آزمون جامعه زده بود، فرداش میرفت مثلا یه امتحان مثلا ادبیات دینی حالا هر چی بود امتحان میداد و همین سلسله‌وار میرفت جلو. ولی امسال اصلا اینجوری نیست. پیشنهاد خواسته به عمومی خوندن یا نهایی خوندن؟ اگه بودم مثلا فارسی و دینی میخوندم تابستون، چون فارسی خیلی تاثیر داره. یعنی من یه حالا آقایی هم هستن تو همین شهر خودمون کنکور دادن با ما، البته اختلاف سنیمون هم زیاده، من اوشون داشتم آمار میگرفتن، اوشون معدلشون 18.6 شده بود، من 19.28 شده بودم. البته فارسیامون مشترک بود، هر دو 18.75 شدیم. داشتم آمار میگرفتم، من 400 تا اختلاف تراز بهم داده بود، در حالی که من مثلا مقایسه میکردم با یعنی 68 صدم اختلاف معدل 400 تا، انگار خیلی خوب چیز فارسی چقدر گرفته بود؟ 18.75 همقدر 18.75 انگار خیلی واقعا اون درسای دیگه که معدل میسازه عدد رو میبره بالا تاثیر نداره، خیلی زیاد براش نداشت. متوجه شدم. خب چه آزمون کارنامه دار شرکت میکردی؟ ماز و قلمچی. حالا بعد از کنکور نظرت این است که مثلا سوالات چقدر شباهت داشت به آزمون ها؟ قلمچی هیچی، من اصلا قلمچی تبلیغ نمی‌کنم. اون روزم زنگ زده بودن به من میگفتن رتبهتون چند شد، من گفتم جواب نمیدم، بعد یه چند ثانیه هم صبر کردم. اینقدر هم دیگه چیز نبود که جبهه میگیری. یه چند ثانیه هم اون بنده خدا شوک شده بود، صبر کرد، بعد قطع کردن. من ولی ماز به نظر من یه سال ماز بود قشنگ دیدم، یعنی سوالی هم بود که قبلا نیومده بود، خیلی خاطر یه سال اونو دیس می‌کنه اونو چیز. آخه ما با جفتشون اوکی هستیم، نه از شخص
شخصی بگم معذره. البته سوال فضایی هم داره مازا، هر کدومشون یه سوالایی دارن که خیلی به هر حال خارج میشه، ولی خب من اگه باشم مثلا شاید ماز بگم بهتره. البته که تاثیر آزمون حضوری هم خیلی مهم هست. من یادمه من سنجش، خب ما میگیم معمولا ثبت نام بکنن بچه‌ها موقعی که دیگه سه تا جامعه من سنجش یه جا افتاده بودم که مجبور بودم پرده رو بگیرم، خب چون که پنجره رو باز کرده بودن، باد می اومد، پرده‌ام هی می اومد تو صورت من یه دست داشتم مینوشتم، یه دستم پرده میگرفتم. دقیقاً هم سر جلسه کنکور همین شد. حالا حوزه ما دانشگاه شیراز بود، بعد نمیدونم مدیریت نمی‌کردن. کدوم دانشگاه بودید؟ مهندسی مولا صدرا هست. انگار مدیریت نمی‌کردن، خیلی سر و صدا می اومد موقعی که بچه‌ها خارج می‌شدن بعد اینکه معمولاً دفتر شماره 2 آره خیلی سر و صدا می اومد. من مجبور بودم یه دست بزنم رو گوش، بدون حل بکنم. یعنی اون حضوری بودن آزمونه هم خیلی مهمه که حالا ماز نداره. البته شنیدم که حضوری هم برگزار حضوری هم داره، ولی خب باز با وجود که هر دو مجموعه از دوستان ما هستن نمیشه کتمان کرد. حالا حضوری کانون هنوز خیلی پررنگ‌تره. بله. خب مینیمم تراز تو ذهنت هست تو 3 سال یا حالا بیشتر 11 12 من فکر کنم 5 600 اینا 5 600 مینیمم درصد ریاضی که داشتی؟ اینم یه خورده ماجرا داره. من تو دوره جمع‌بندی بود، یه صبح ما میرفتیم امتحان ریاضی میدادیم، اینجوری بود دورمون. استادتون توی پروژه جمع‌بندیشون گفتن رأس ساعت باید بیاید امتحان بدید. این تایمینگ کنکور دفتر شماره 1 امتحان بدید. بله، بعدش هم مثلا حالا کسایی که می‌خواستن میموندن تعلیم می‌کردن، بعد میومدن خونه. امتحان شما هم فکر کنم بود کمترینش. من صبح یه امتحان ریاضی دادم، نمیدونم خیلی هم از همیشه فکر کنم بهترینش هم همون بود. خب 70 اینا زدم، جوری که حالا اوشون هم خیلی آدمی نیست که تعریف بکنه و ریاکت نشون بده، ولی جوری بود که اوشون گفتن آفرین ماشاءالله چیزی گفتم، احتمالاً مثلا از خیلی بالاتر زدم. بعد اصلا اومدم امتحان شما بود فکر کنم، نمیدونم مبحثش چجوری بود. من جامعه بود دیگه؟ نه جامعه نبود، نرسیده بودید، هنوز داشتین قلمچه ساپورت می‌کردین. اوشون زود شروع کرده بودن 11%، 12%. حالا این که شاید اتفاق حتی رادین بچا واقعا به همین شدت نوسان داشت، یعنی همون آزمون دبیرشون یه دفعه مثلا اون که 70 زد، چه بسا بعدش مثلا زده بشه 40%. درست میگم؟ اینو که میگیم نمیخوام ایشون حالا مثلا چیز بکنیم، میخوایم به بچه‌ها این ذهنیت رو بدیم که کارتو بکن یه جلو. بعد یه حرف خیلی قشنگی تقریبا من میتونم بگم بعد از کنکور به من زدی در رابطه با ریاضی. یادته تماس گرفتیم با هم یه کالی داشتیم دیگه، من گفتی ریاضی بچه‌ها خیلی مثلا باید سرعت عملشون بالا باشه، سوالای روتین بلد بشن، درگیر سوالای مثلا سخت نباید بشیم. این بود محوریت. درباره هر درسی کلاً هست، یعنی درباره هر مبحثی هست، مثلا شیمی، فیزیک، به نظر من کلاً باید اینجوری باشه، چون آدم کلاً تو سر جلسه کنکور موضوعش سوال سخت عجیبه، نمیدونم با 4 تا مبحث ترکیب شده نیست که اگه کسی واقعا اینجوری باشه خب باخته. خب معمولاً همه رد میکنن اینو. آدم سر سوال آسونی که تو خونه هم چند بار حلش کرده و حالا میخواد یه بی‌دقتی احتمالاً داره میکنه، به گزینه نمیرسه، سر اینه که مثلا چه میدونم وزنای کوچیکو سریع بزنی، نری سراغ وزنای بزرگ. آدم معمولا بچه‌ها نمیتونن همون وزنای کوچیک هم سریع بزنن سر جلسه کنکور. سوال مثلا 1 دقیقه و 30 ثانیه‌ای رو آدم بعد مثلا تو 1 دقیقه حل بکنه، که اینجوری ما نمی‌کردیم واقعا. یه به نظرم حالا دلیلش هم همین آزمایشی‌ها بود. بچه‌ها مثلا میرفتن سر سوالای سخت‌تر، خب حالم میده دیگه، آدم بره سر جلسه آزمون یه کارنامه خوبی بگیره، خوشحال جمعه، ولی مخرب بود دیگه، یه اثر بدی داشت به طور کلی. یعنی منظور این هست که سوالای خوبو بتون حل کنی، خیلی سوال سخت مسلط بشی. خیلی هنره که آدم سوال متوسط رو بتونه حل بکنه، سریع حل بکنه، درست حل بکنه، سوال آسون رو بتونه سریع حل بکنه. این خیلی مهم‌تره، یعنی اثرگذارتر هم هست واقعا تو نتیجه کنکور. میشه دید ملموسه کسی که سوال سریع رو خوب حل میکنه تا کسی که سوالای مثلا سخت رفته حل کرده ولی سوالای متوسط و اینا رو نمیتونه سریع حل بکنه. دقیقاً. خب چقدر مخاطب وایسای ما، وایسای چنل، وبینارها، مصاحبه اینها بودی؟ مصاحبه من خیلی سعی کردم نبینم سال آخر، حالا دلیلش هم میگم من، ولی وایس ها رو من گوش میدادم. وایس طولانی حتی گوش میدادی؟ آره وایس طولانی گوش میدادم. بعد خدمت شما که عرض وبینارم من آخرا اومدم، یعنی اون یه چند تا بود درباره تمرکز و اینا، ذهن آگاه. آره ذهن آگاه، آره اونا خوب بود به نظرم، اونا من اومدم شرکت کردم. تا اصلا کاربیجه امسال ما بود، خیلی هم دوستش دارم. امسال منتها زودتر میخوام برگزارش کنم. تخصصی ترین وبینار به نظر من تو کنکور بود که در ناحیه تمرکز اینا برگزار شد. آره اون خیلی خوب بود. ولی مصاحبه من گوش نمیدادم، چون من یادم 11 من خیلی گوش میدادم مصاحبه.
بعد متاسفانه هم میرفتم سراغ رتبه‌های برتر. بعد من یادم یه بار رتبه برتر تجربه بود، یه چیزایی اومد گفت توی مصاحبه، بعد من خیلی هم الگو برداری کردم و نه این اشتباهه. باید چیزای مختلفی ببینید ترای بکنی ببینید کدوم به جواب میده. اصلا هدف من از مصاحبه همینه. رفت بعدش با صدا سیما شهرشون مصاحبه کرد، گفت من هیچ کلاسی نمیرفتم. من دیگه خیلی حالم گرفته شد، گفتم از شهر دیگه بود. آها بسیار عالی. نمیدونم کی بوده. خب حالا اون دو تا مشاور قبلی تو خیلی جاج کردی با وجودی که بعدشون نگفتی، حالا ویژگیاشون گفتی. کل نظر در تو مشاوره که ما داشتیم چی بود؟ بیشتر به نظرم مثلا اگه سخت بگیرید و اینا شاید بهتر باشه. سخت‌تر بگیرید. آره سخت‌تر بگیرید، آسون میگیرید به طور کلی. حالا من اصلا کلا توی این موندم، یکی میگه آسون میگیری، یکی میگه سخت میگیری. اون روز یکی از بچه‌ها مثلا میگفت شاکرزاده من خواهرمو پیش رو نمیفرستم چون خیلی سخت گیری، اشکش در میاد. حالا تو میگه آسون میگیری، خیلی برام جالب هست. البته هر کسی به تناسب خودش من رفتار میکنه، این ویژگی رو دارم. این هست. خب دیگه چیزای دیگه، آزمون‌ها که همین قلمچه، البته که آزمون کنکور کوچینگ میگم. کنکور کوچینگ، آزمون جامعه. آزمون جامعه حضوریاش خوب بود. آنلاینش هم البته بد نبود، ولی نمیدونم از آزمون ساز جایی میگرفتید یه سال غلطی هم قاطیش بود. ما آزمون‌های طول سالمون از آزمون ساز استفاده می‌کردیم. یه جایی از پارسالم یکم خواستم لولشو خیلی سخت نباشه. امسال بار برگردوندم به اون لول سخته. یکم بردمش بالاتر دوباره. چون می‌خواستیم بچه‌ها چیز نشن. قبل از آزمون قلمچی دفعه داون نشن، یه دفعه احساس ناکافی بودن بهشون دست بده. هدف این بوده و از آزمون سازا مثل پلکان و اینا پارسال استفاده کردیم. سال‌های قبل آزمایشی بود، گلچین و اونا بود. امسال دوباره برگشتیم به گلچین آزمون‌ها. آره. اون آزمون حضوری‌ها چطور؟ آزمون حضوری‌ها خیلی خوب بود، یعنی قشنگ آدم، چون مخصوصا فضاش هم همون فضای دانشگاه بود، شبیه بود به هر حال، خیلی خوب بود، هم از نظر فضا هم از نظر دیسیپلینی که بیام سراغ درس‌ها. منابع ریاضیات من بذارید به تفکیک سال بگم. بله. من دهم یادمه من جزوه دبیر استفاده می‌کردم. البته جزوه دبیر که میگم، من خیلی آزمونم در کنارش میرفتم میزدم، یعنی قلمچه‌ها رو دانلود می‌کردم و مازا و اینا رو سوالا سعی می‌کردم بزنم مطابق با حالا اون مبحثی که می‌خوندم خودم. 11 یه خورده کتابی تر شد. من نشه الگو زدم برای هندسه. البته فکر کنم 2-3 فصل اولو، یعنی دیگه فصل آخر 4 فصل هندسه 11 حسابان دبیر بود. بانک سال دبیر بود. آمار احتمالم همون بانک سال دبیر بود. خب من اینو باز مثل همیشه اشاره کنم، بانک سال دبیر منظور گلچین سوالات آزمون‌ها و کنکور هست. بله. خب سال 12 ریاضیات کلا دبیر و کلا بانک سالوشون و بانک سالوشون و خودم هم خوب آزمونای مختلف آزمون آزمایشی. خب بعد دیگه روش خوندن خاصی داشتی در ریاضی؟ نه. معمولا تحلیل خیلی طول می‌کشید. تحلیل که آره، اینم خیلی بده. خیلی بچه‌ها سعی نکنن که برن سر حل تشریحی سوالا، یعنی خیلی پاسخنامه واقعا قابل استناد نیست. من حالا یه چیز بود که بعدش هم فهمیدم، سعی کنید مثلا اگه دوستی دارید که خوب ریاضیش مثلا خیلی بهتر از شما هست، زنگ بزنید از اون بپرسید. معمولا اپروچ بهتری دارن تا پاسخنامه. مثلا می‌بینید یه کار دیگه کرده طرف. یادگیری از همتایان. ما التماس می‌کردیم، گفتیم با مرشاد با هم دیگه بشینید. کلاس آخرش هم دست مرشاد درد نکنه. من کامل دیگه نزدیک کنکور اردیبهشت زنگ می‌زدم مرشاد کارو جمع کرد. اونش خوب نبود، اختصاصیش عالی بود. مرشاد فامیلیش همین یادم رفت. فامیلیش بود مرشاد. چی؟ نوروزی. آره مرشاد نوروزی عزیز. فوق‌العاده تو محاسباتی‌ها. خب پس پیشنهاد این هست. بر روش خوندن خاصی داشتی برای ریاضی؟ نه. یه اشکالی که داشتی بذار بگم. حالا روتون نمیشد از دبیر ریاضیتون بپرسید، یه بار میرفتی سر کلاس حضوری میدیدی، بعد میمدی آفلاینش نگاه میکردی. تابستون اینجوری بود. بعد دیگه کامل دیگه نرفتم دیگه. کامل حضوری نرفتم. حضوری دیگه نرفتم. یه نمیدونم وسواس الکیه به نظر من. یعنی تو اول فکر می‌کردم مثلا همه میفهمن سر کلاس، خب ولی فکر کنم واقعا همه خیلی اون تصویر دقیق و شارپ رو نمیگیرن از مطلب. طبیعی هم هست دیگه. میری سر کلاس کلیت میفهمی، میبینی چه جوری حل میکنه و اینا، بعد میای خونه. خیلی نیاز نیست درگیر جزئیات حل بشی. خب اون خیلی تاکید داشتن رو اون به نظر من مهم نیست. خب کار بدی هم فیزیک فقط جزوه دبیر. تازه تهاش هم نمیزدم. من یه سوالای تهش داره، من میگفتم فیزیک آسون میدن، آسون هم دادن خدا رو شکر. یعنی خیلی راحت میگرفتی، بعد من میگه آسون میگیری. میگفتم آسون. خب واقعا به نظر من
سازمان سنجش فکر کنین چند سال الان کنکور نظام جدید فرصت داره فیزیک رو سخت بکنه نمیکنه، نمیدونم هم چرا. حالا دستش درد نکنه، ما هر سال میگیم ممکنه امسال سخت بشه، ولش کن همینجور باشه. همینطوری الان معلم فیزیک خیلی خوش به حالشونه. بله بله. یعنی یه چیز روتین درسن، بچه‌ام درصد بالا میزنن، همه بچه‌ام قربون صدقه استادا میرن، به عکس استاد ریاضی. بله. اینم از فیزیک. روش مطالعه خاصی داشته تو اینا یا هم روتین دیگه؟ من یادمه من 11ام خیلی فیزیک کتاب زدم، فکر کنم یه خیلی سبز بود، یه نردبان بود، بعد یه میکرو بود مال پایه هم داشت. 11ام خیلی کار کردم. 10ام فکر کنم یه نردبان فیزیک زدم، البته چیزاش ستاره داراش کلش نزدم، حوصله‌ام نمیشد. شیمی چی؟ شیمی مبتکران. شیمی مبتکران 10ام البته یه وی آی تی داره فکر کنم، خیلی بگم خودش. اونا رو برای خود یعنی مرور آنچه که خونده بودم زدم. بعد 11امش تقریبا کامل زدم به جز فصل 3. فصل 3 خیلی کامل نیست. و 12امم کتاب اول. البته خب من رفتم سر در واقع کلاس همون مؤلف. بله در جریان هستم. فیلم اوشون هم نگاه می‌کردم. در رابطه با فیزیک هم یه کار اینجوری کردی یا کتاب یه سوالات سنجشینه؟ سنجشینه یه چیزی بود. من برای البته حرکت شناسی کردم، خیلی هم ناراضی نیستم بابت اون کاری کردم. آره یه پلتفرمی بود همین شرکت تعاونی سنجش داده بود. ما هم دیدیم اسمش خوشگله، سنجش، اونم سنجش. نه سوالاش خوب بود، راضی بودم. آره خوبم آموزش میداد اون کسی که اونجا بود. چه خوبی آدمه. بعد بیایم سراغ حالا دروس عمومی هم امتحان نهایی بگو. منابع ادبیات فرمول 20. ولی من یه چیزام تو پرانتز بگم، کسایی که دیدم نگاه نو خوندن الان خیلی نتیجه بهتره. نگاه نو خوب بود. آره جواب داد بود. حالا در تو ادبیات من هنوز خودم به تعارض رسیدم، یعنی هنوز نمیتونم حکم بدم. ما دانش آموز داشتیم 3 سال با یک دبیر خیلی خوب پیش میرفته، دانش آموز خوبی هم بوده، دبیرش هم خوب بوده، مثلا نمره ناراضی، مثلا از نمرش ناراضی بوده. دانش آموز هم داشتیم با معلم مدرسه‌اش که معلم چندان معروفی هم نبوده، رفته باز 20 گرفته، 975 گرفته. دانش آموز هم داشتیم نه معلم آنلاین استفاده کرده، باز نه معلم مدرسه‌اش مثلا چندان کمک رسانش بوده، با یه نگاه نو با یه فرمول 20 بازم 975 20 گرفته. در رابطه با عمومی ها و فارسی من واقعا هنوز خودم با وجود این همه دانش آموز می‌بینم، این همه نمره می‌نویسم، هنوز با خودم معلوم نیست در رابطه چندم. بیشتر با دانش آموز گفتگو می‌کنم ببینم چی براش بهتر میتونه باشه. البته خب بستگی هم واقعا به مستعد داره، یعنی مخصوصا فارسی خیلی وابسته‌ام به اینکه کی باشه چه جوری ترسیم میشه. حالا 3 تا هم شده ولی خب من به نظرم باز جا داره که سخت در بکنن این فرآیند تاثیر رو. این از فارسی. عربی من 10ام من درباره عربی هم بگم، من هر بار که عربی میخوندم، حالا نمیدونم کار بدی بود کار خوبی بود، من یه دور قواعد از پایه مرور میکردم. نه نیازه. درسته کار درسته بوده. به نظر من یادم میرفت چون پیشینش هم واقعا همون بود، میرفتم یه دور همه رو میخوندم، بعد میومدم سراغ چیز. من فکر کنم سیر تا پیاز میخوندم 10ام و 11ام. بعد خدمت شما 12ام ماز یه استادی داره فکر کنم آقای ترابی نامی هست. بله جزوه اوشون بود. آره. و کتاب کمک آموزشی؟ نه نداشت. چند گرفتی؟ 18 خب اینو خیلی هم بچه‌ها نگاه میکنم میگم پس این کتاب نخونیم این کلاس. نه فکر کنم من عربی 11ام 975 هم گرفته بودم، حالا نمیدونم چه جوریش بود. اصلا کلا بعدیش به همین ذهنیت هست، یعنی دانش آموز با اون ذهنیت که من 11ام، خب من الان یکی از مشکلاتی که با دانش آموزا دارم الان 12ام این هست، میگم بابا 11ام بذار کنار، اگر خوب شده باشه مغرور میشه که نه من همون موقع میتونم جمع کنم، اگرم بد شده باشه باز نگرانه، میگه آره بد شدم من هر کاری امکان برای نهایی نمیتونم. این یکم اون ذهنیت قبلی که خوب میشیم خیلی تاثیرگذاره که بعد دوباره مغرور نباشیم. زبان من 11ام میگم چون 12ام خیلی از این استفاده نکردم. یه مجموعه قدیمی هست شهاب‌ناری داره برای کنکور و اینا، کتاب مبتکران. آره کتاب مبتکران، یه قسمت تشریح هم داره، به نظر من اون خوبه. و 12ام هم باز دبیر ماس 2 تا بود. قیومی؟ نه اون یکی ارشادی درست میگم. ارشاد عظیمی. آره اوشون من رفتم جلو زبانو. چند گرفتی؟ 925. خب الهی شکر. و چیمون دیگه یه چیزی مونده. دینی 11ام فرمول 20 استفاده می‌کردم. البته 12ام فرمول 20 فقط سوالار دیگه می‌خونم چون متنش همون متن کتابه با کتاب. و محسن کبیر. خب جنبندی هست که شروع کردی؟ جنبندی درس مختلف متفاوته، همون ریاضی که اواخر دی دیگه فکر کنم اوایل بهمن شد،
اوایل بهمن دیگه شروع شد جمع‌بندیش. بعد شیمی از اواخر اسفند، فیزیک هم از اواسط اسفند. خب و استفاده از گوشی، فضای مجازی؟ نه نداشتم. نداشتی؟ نه خیلی نداشتم. نه یعنی حتی تلگرام هم یادم نیست با اکانت خودت به ما پیام میدی. من بیشتر با اکانت مادرتون در ارتباط بودم. نه من جواب پیام‌ها رو نمیدادم، شما یه پیگیریایی می‌کردید. خب بعد من نمیخواستم برم نگاه کنم ببینید سین شده، مادر جواب میداد. آها یعنی این کار می‌کرد که من نفهمم سین زد یا یعنی همون پیچوندنه داشتی؟ هنوز بود یه خورده رگه های ازش بود. از دهم که شروع کردی بخواست بپیچونی یکم. آره چون بیشتر من با مادرتون، با اکانت مادرتون بهم جواب میداد، اینا در ارتباط بودی. سخن پایانی چیزی هست؟ سخن پایانی یه تشکر بکنیم. بله. بکنیم از پدر مادر، خیلی کمک کردن واقعا. فرآیند انتخابش هم خیلی همراه بودن. بله. بعد از اقوام عزیز که عدم حضور بنده رو تحمل کردن و کادر مدرسه خیلی خوب بودن. دوست خوب داشتن و رقیب خوب داشتن خیلی چیز ارزشمندیه. یعنی دانشی که واقعا میتونه انتقال بده. من با دو تا از دوستان بودم، خیلی اونا کمک کردن به من. و دیگه کادر مدرسه هم دمشون گرم، خیلی که اجازه دادن نرم. بله خیلی با من راه اومدن، یعنی از بابت آرامش و اینا خیلی همیشه کمک میکردن دیگه. اوکیه، خیلی هم خوب. آرزوی موفقیت صمیمانه برات میکنم، ان شاءالله بهترین ها رقم بخوره و حالا در آینده با ببینیم کجا. البته انتخابش هم یکمی خودش راحت کرد از یه جایی، یعنی خیلی سخت نگرفت دیگه، از یه جایی گفت اون آرامش برام مهمتر هست. ان شاءالله بهترین ها رقم بخوره و اون رشته هم که انتخاب کرد آخر کامپیوتر شد دیگه. آره چون ثانیه آخر که من در ارتباط بودم کامپیوتر قرار داشت. بهترین اتفاق میفته و حالا میدونم که پلنت بعدن چی هست. ان شاءالله به اون چیزایی که میخوای برسی. خسته نباشید. خدا نگهدارتون دوستان عزیز، خدا نگهدارتون.